سلام ارادت، امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم سراغ تحلیل هفته پیش رو و اینکه اول طبق معمول اخبار رو یه چک بکنیم ببینیم هفته پیش رو چه اخباری داریم و بعد بریم سراغ تحلیل تکنیکال و مابقی موارد. یه نکته رو بگم، چون داریم به پایان سال میلادی و کریسمس نزدیک میشیم، معمولا بانک‌ها حجم معاملاتشون رو کم میکنن و بازار معمولا بیجون میشه دیگه. حالا تو معاملاتتون خیلی دقت کنید حتما. یه هفته قبل و معمولا یکی دو هفته بعد از کریسمس یه معاملات خیلی جایز نیست. البته واسه اسکلپرها که تو یه بازه زمانی کوتاهی معامله میکنن خیلی مشکل ایجاد نمیشه، ولی خب باز نقدینگی پایینه. بریم سراغ هفته پیش رو. دوشنبه خبر خاصی نداریم. سه شنبه یکی دو تا خبر مهم برای یو اس داریم که میتونه بازار رو تکون بده و عرض به خدمتتون چهارشنبه unemployment کلیم هست، ولی در نظر داشته باشین که دیگه بعد از چهارشنبه، یعنی از ببینید چهارشنبه هم چند تا از بانک‌ها، یعنی بانک آلمان، بانک‌های دیگه دارن کم کم، نگاه بانک هالیدی زده، تعطیل دارن میشن. پنج شنبه خیلی از بانک‌ها دارن تعطیل میشن، یعنی خود بانک‌های آمریکا هم کم کم دیگه دارن تعطیل میشن تا جمعه. یعنی ما تعطیلیامون داره از دوشنبه سه شنبه، از چهارشنبه داره استارتش میخوره کم کم و دیگه تا جمعه معمولا خیلی از بانک‌ها تعطیل میشن، حجم نقدینگی خیلی میاد پایین. خیلی دقت کنید. این از اخبار و توضیحی که میخواستم در مورد بانک‌ها و تعطیلی‌ها بدم. بریم سراغ تحلیل تکنیکال. چیزی که داریم اینجا اینم اونس جهانی. باز کنم براتون بتونید راحت ببینید. این تایم فریم 4 ساعته از من محدودهای مهم اول بکشم، نقاطی که واکنشی و برای ما اهمیت دارن و من براتون بکشم، بعد بریم سراغ تحلیلش. یه ناحیه اینجا داریم، ناحیه خیلی مهمیه، یعنی مقاومت مهمیه که عدد 4000 رو بذارم اینجا داریمش، 4350. و یه دونه ناحیه دیگه هم داریم اینجا، یه ناحیه اینجا داریم 4280 و یه دونه دیگه هم اینجا. اینجا اینا نوایی های مهم ما هستن. حالا میریم تو دلش، توضیحات رو من بدم. اون نوایی ها رو کشیدم، شما به عنوان حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. چیزی که داریم، قیمت یک لگ اسپایک رو زد، نه اینم بکشم، یه لگ اسپایک رو زد به ناحیه 50% واکنش نشون داد، یعنی این ناحیه 50% به عنوان ناحیه حمایتی تایید شد. چرا؟ چون نیومد زیرش ببنده، رفت بالا. این نشون دهنده قدرت زیاد خریداراست. حالا پس ما فعلا سناریوهای نزولمون کنسله. چرا؟ هیچ نشونه نزولی ما ندیدیم. اینجا چیزی که داریم گپ فشار خریداران نداریم. قیمت اگر بخواد این سقف رو بزنه، میگم بخواد یه انرژی جمع بکنه، میاد یه پایین میزنه تو این محدودای 4200، انرژیشو جمع میکنه بره برای سقف جدید. خب ولی اینم در نظر داشته باشین سقف جدید زدن روی طلا واقعا الکی نیست، حتما نیازمند یه انرژی خوبیه. الکی نمیاد یه سقف جدید ثبت بکنه. ولی همچنان من سناریو نزولی ندارم. چرا؟ چون هیچ چیزی خاصی ندیدم توی نزول. چیزی که دارم یه اسپایک، یه رنجه، یعنی این محدوده میشه سقف رنج من که میتونه این ناحیه و این ناحیه بازی کنه، با توجه به اینکه تو این 2 هفته آینده ما نقدینگی خاصی نداریم. یعنی محدودهای ما میشه 4300 4330 تا از این کلوزش که میشه 4300 تا 313 تا 4300، یعنی همین محدودهای بازی کنه، حدوداً یه بازی $50 $30-40 نوسان داشته باشه. این از اونس جهانی طلا و تحلیل هفته‌ای که حالا من مد نظرم بود که بهتون بگم. بریم سراغ تحلیل طلای ایران. ولی خب قبل از اینکه بریم طلای ایران هم تحلیل کنیم، یه توضیحاتی من بدم که قبلش من چرا میام اول میام اونس جهانی رو تحلیل میکنم، بعد میرم سراغ تحلیل طلای ایران.
اینکه شما باید اول اونس جهانی رو بدونی کدوم سمتیه، یعنی الان ما بیشتر نظرمون و سناریومون روی خریده تا روی فروش. بعد پارامتر بعدی که روی طلای ایران تأثیر میذاره دلاره، یعنی ما باید بیایم دلار رو اول تحلیل کنیم بعد بریم سراغ خود طلا. پس تا اینجا توی اونس جهانی ما روی بای، یعنی پارامتر اولمون رو خریده نه رو فروش. میریم سراغ دلار. این دلار چیزیه که ما داریم یه لگ سعودی داشتیم، یه کانال تشکیل شده تا اینجا 131800 رفته، ولی خب تا 132 هم توی چیز ثبت شده، توی قیمت ها ثبت شده، ولی خب ما تو نموداری که بهمون داده و داریم تحلیل میکنیم تا 131 ثبت شده. این کفی که مشخص شده کف کاناله. حالا من خیلی با کف کانال کاری ندارم، بیشتر معیارم این لگ اسپایک آخریه که زده شده. ببینید 0 و 100 شما بندازیم باز این ناحیه 50% واکنش خودشو داشته. ببخشید عذرخواهی میکنم اینو ادامه بدم، اشتباه گفتم. ناحیه 50% میشه این ناحیه، یعنی دقیقاً عدد، بذارید من چک کنم، 131، یعنی 131,000 میتونه ناحیه خوبی باشه که شما با دیدن تاییدیه ها بتونید وارد بشید. یعنی الکی نپرید تو معامله که بگین من اینجا تا خورد 131 وارد بشم. شما باید کندل ببینی، تایید بگیری، واکنشی ببینی. صرف این که حالا رسید به این عدد من وارد شم نه. پس و چیزی هم که داریم توی کانال سعودی هستیم، توی اونس جهانی ما سعود بیشتر مد نظرمون، یعنی سناریومون روی خرید بود و توی دلار هم الان ما سناریومون خریده. چرا؟ چون گپای فشار خرید داریم اینجا. چرا؟ چون تو کانال سعودی هستیم تا زمانی که مگر این که میگن بیاد این کانال بشکنه، اون زمان سناریومون تغییر میکنه، میریم تو رنج زدن بیشتر. اینم از دلار. پس پارامتر اونس و دلار تحلیل شد. بریم سراغ خود طلای ایران. الان ساعت 11 صبح یک شنبه است که من دارم باهاتون صحبت میکنم و این ویدیو رو ضبط میکنم. چیزی که دارم میبینم یک اسپایک داشتیم، یک کانال سعودی تشکیل شده و اینجا این کندل 400 هست، ساعت 12 بسته میشه. اگر بخواد این کندل این شکلی بسته بشه یه نشونه ورود فروشنده ها نیست، ورود فروشنده هاست. تا کجا؟ تا این نواحی. من نواحیش هم مشخص کنم. این نواحی یکیش اینجاست که میشه 13,400,000 و ناحیه بعدیش اینجاست، این کف خود 13 میلیون، حدودا 13,060,000 13 میلیون. حالا ما هم 13 میلیون داریم. چه اتفاقی میفته اگر این کندل این شکلی بسته بشه، یعنی تا ساعت 12 همین فرمو داشته باشه؟ ما دیگه وارد رنج میشیم که رنجش میتونه این ناحیه باشه یا بیاد بزرگتر بشه به این ناحیه برسه. یعنی ما در ماه آینده به احتمال زیاد بین 13 تا 14 یا 13 و 300 400 تا 14 نوسان داشته باشیم. این چیزیه که تحلیل منه. نمیشه بگی 100% حالا تا اینجا نوسان میکنیم، ممکنه بیاد تا 12,500، ممکنه بیاد تا 12، ولی سناریوهای من اینجاست. میگم آقا تا نیاد نقدینگی اینجاها رو جمع بکنه، پول بکاشو به اینجاها نزنه، نمیتونه بیاد بریزه. یعنی قیمت همیشه نیازمند یه انرژیه. اینو همیشه در نظر داشته باشین. مدیریت سرمایه رو همیشه رعایت کنید، ریسکتون رو سعی کنید پخش کنید، توی نقطه وارد نشید. همیشه اگر میخواد چه سرمایه گذاری چه نوسان گرفتن، یه ریسک مطمئن شده، یعنی یه ریسکی رو باز خودتون بگید آقا من میخوام توی این معامله 1%، 0.5% ریسک کنم. کل پولی که گذاشتین واسه سرمایه‌تون یه جا وارد نشین، ریسکتون رو پخش کنین. امیدوارم که مفید باشه، بتونید استفاده کنید. اگر سوالی بود داخل کامنت من در خدمتم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، خیلی به من کمک میکنه. و اینکه امروز هم که من دارم چیز میکنم، دارم ویدیو ضبط میکنم، دارم ویدیو ضبط میکنم براتون. شب یلدا میشه. امیدوارم که شب خوبی پیش خانواده هاتون و عزیزانتون داشته باشین. پیشا پیش یلداتون هم مبارک باشه. ارادت دارم، مخلصیم، خدا نگهدار.